صبح روز پاییزیتون بخیر. امروز صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم. بعد میرفتم آزمایشگاه علوم حیوانات چون با این موشای کوچولو بوجولو کار داشتم و اسمی رو واژن موش میگرفتم. من یادم اوایل پروژم که موشا رو تحویل گرفته بودم برای مدل ساز خیلی استرس داشتم، میترسیدم که به این موشا آسیب بزنم. اما هر چی که میگذشت من مسلط‌تر میشدم و استرسم هم کمتر میشد. یکی از اون روزام که داشتم با این موشا کار میکردم، یکیشون منو گاز گرفت، مجبور شدم برم واکسن کوزاز بزنم. دیگه کلا ترسم ریخت. بعد اینکه اسمیر واژن رو گرفتیم، میریم زیر میکروسکوپ سلولاشو نگاه میکنیم. من از این سلولا بعد عکس میگرفتم تا بتونم تو مقاله اورجینالم استفادهش کنم. تازگی خیلی شلوغم چون باید سری مقاله اورجینالم رو تحویل استادم بدم تا سابمیتش کنه تا قبل از پایان نامه این مقالم اکسپت بشه. توی راه هم این گربه های خوشگل گوجولو بوجولو رو دیدم. از این بعد داره هوا سرد میشه. بچه تو رو خدا به اینو توجه کنید، غذا بهشون بدید، یه جای خواب کوچولو براشون درست کنید، گناه دارن اینا.